گفتن در حال بررسی منشأ صداهای قوی که در تهران شنیده شد هستیم. این منابع گفتن برخی از صداهای قوی ناشی از فعالیت پدافند هوایی اطراف تهران بوده است. 6 صدای قوی شبیه انفجار ساعتی پیش در مناطقی از تهران شنیده شد. هنوز منشأ این صداها مشخص نیست. منابع رژیم صهیونیستی مدعی انجام حمله به برخی اهداف نظامی در ایران هستند که هنوز هیچ منبع مطلع نظامی این ادعا رو تایید یا تکذیب نکرده. مدیرعامل فرودگاه امام خمینی و مدیر کل فرودگاه مهرآباد در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفتند فعالیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و فرودگاه مهرآباد عادی است و طبق برنامه به فعالیت خود ادامه میدن. خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما مستقر در مناطق مختلف تهران از آرامش کامل اوضاع و رفت و آمد خبر میدهند. راستی آزمایی برخی تصاویر در برخی فضای مجازی نشان دهنده قدیمی بودن این تصاویر است. اخبار تکمیلی در این زمینه حتما به اطلاع شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همچنان با ما همراه باشید. 2-3 دقیقه دیگه انشالله با خبر ساعت 14 خدمت شما.